چه ایمیلی باید بزنیم به اساتید تا به اون پذیرش بدن. سلام، محمد هستم. چند وقتی که با ویزای F1 وارد خاک آمریکا شدم. الان به عنوان دانشجوی PhD تو رشته مهندسی عمران تو مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستم. تو دورانی که اپلای می‌کردم موفق شدم از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا تو 4 رشته مختلف پذیرش فول فاند بگیرم. به خاطر همین تصمیم گرفتم تا بیام ویدیوهای هفتگی بسازم و صرفا تجربه خودم با شما شیر بکنم. موضوع امروز ما در خصوص ایمیل و نکات مربوط به ایمیل هست و دقیقا میخوام همون متن ایمیلی که باش پذیرش میگرفتم با شما به اشتراک بذارم و تحلیل بکنم که هر بخش شامل چه نکاتی بوده. خب ایمیل خیلی مهمه به این دلیل که اولین ارتباط شما با استاد شما یا با دانشگاه مقصده. به خاطر همین باید حتما پخته باشه و بتونه استاد رو تحت تاثیر قرار بده. بعد از اینکه متن ایمیلم رو تحلیل کردم حتما اون رو تو کانال تلگرامی میذارم تا بتونید ازش استفاده بکنید و در انتهای ویدیو یه سری نکات مربوط به ایمیل زدن رو هم خدمتتون میگم تا با رعایت اونها اطمینان حاصل کنید که این مرحله رو به درستی انجام دادید. خب همه ما شنیدیم که اروپا ایمیل محور نیست و ایمیل نزنیم، ولی من دقیقا با همین ایمیل تونستم استادی رو توی انگلیس قانع بکنم که بعد از 3 ماه خودش بیاد سراغم. وقتی که من رسیدم آمریکا خودش به من ایمیل زد و گفت که من حالا پوزیشن فول فاند دارم و ازت میخوام که بیای اینجا درس بخونی. بنابراین وقتی این ایمیل تو اروپا کار میکنه مطمئن باشه بقیه جا هم کار میکنه، کما که من همه پذیرشامو به همین شکل گرفتم. بعد از این ایمیل هم ایمیل دیگه ای که باعث شد من از مهندسی معدن دانشگاه زنجان بتونم مهندسی مکانیک دانشگاه کانادا پذیرش بگیرم رو هم خدمتتون نمایش میدم و همه ایمیل ها تقریبا شبیه به همه، فقط براتون توضیح میدم که کجا رو تغییر بدید تا بتونید استاد رو قانع بکنید. خب من بخشای مهم این ایمیل رو هایلایت کردم و دقیقاً تاریخش و همه اون چیزی که اتفاق افتاده رو سعی کردم همون رو براتون بذارم که کاملا قابل باور باشه. اولین چیزی که باش شروع شده اگر بالا رو نگاه بکنید عنوان ایمیل هست. البته من این یکی از عنوان‌هایی که شما میتونید به کار ببرید. من بقیه عنوان‌ها رو هم براتون حتما تو تلگرام میذارم، از اونجا بردارید. خب من با سلام ایمیلم رو شروع کردم. اولین کاری که کردم هایلایت سبز رنگ رو اگه نگاه بکنید با استاد سعی کردم یه سلام و احوال پرسی باشه. حالا شما میتونید اینو به شکل‌های دیگه‌ای هم که تو اینترنت هست مطرح بکنید، ولی حتما این کار رو بکنید. بعد از اون خودم رو معرفی کردم، صرفا فقط اسمم رو، و بعد دیگه مستقیم رفتم سراغ خود استاد. بهش گفتم که تو هایلایت زرد رنگ که من مقالات شما رو مطالعه کردم، برای اینکه برای استاد قابل باور باشه بهش گفتم که چه چیزی، چه بخشی از ریسرچش برای من جذابه، که اینجا براش گفتم که ریسرچ تو توی زمینه پیشبینی شکست برای من خیلی جذابه. ببینید خب ما نمیتونیم همه مقالات استادها رو بخونیم و از توی اونا یه سوالی در بیاریم یا به اونا اشاره بکنیم و استاد باور بکنه که ما همه مقالاتش رو خوندیم. اگر شما گوگل اسکولار استادا رو نگاه بکنید کاملا دستتون میاد که هر استادی عمدتاً رو چه موضوعاتی داره کار میکنه. شما میتونید این گوگل اسکولار رو بر اساس مقالات استاد که تو سالهای اخیر چاپ شده قرار بدید. حالا ببینید که آیا این استاد مناسبی هست یا نه، آیا بک‌گراند استاد با بک‌گراند شما هماهنگ هست یا نه، یا اینجایی که میخواید بذارید که شما مقالات استاد خوندید و به کدوم بخش حوزه ریسرچ استاد علاقه‌مند هستید، از این طریق راحت میتونید در بیارید، چون شما به علت زیغ وقت نمیتونید کل مقالات استاد رو بخونید. بنابراین با این ترفند میتونید شما این بخش رو پر بکنید. خب بعد از اینکه من این موضوع رو گفتم حالا اومدم دوباره برگشتم سراغ خودم. اومدم تو هایلایت سبز رنگ چی گفتم حالا منم رو چه موضوعاتی کار کردم. منم رو موضوعات مکانیک شکست، رشد ترک و مواد متخلخل کار کردم. خب این تا همینجا ارتباط پیدا میکنه به کار استاد، ولی باز من سعی کردم که چیزی که گفتم رو بیشتر ساپورت بکنم. تا به همینجا که دارم میگم که من شما رو چه چیزی از ریسرچ تو برای من جذاب و من رو چی کار کردم، همینجا درخواستم مطرح میکنم که من علاقه‌مندم که بیام به عنوان دانشجوی PhD تحت نظر شما ادامه تحصیل بدم. حالا میرسیم سراغ
هایلایت آبی رنگ. ببینید من با I believe شروع کردم. حالا میخوام ارتباط بدم کار خودم با کار استاد و قبل از این که بخوام این ارتباط رو بدم یه پیشنهاد میخوام به استاد بدم که اساتید دنبال اینجور دانشجو هستن که خودشون هم یک ایده‌ای داشته باشن. من توی این بخش آبی رنگ دارم به استاد چی میگم؟ میگم که من باور دارم که ما میتونیم حوزه تحقیقاتی شما رو گسترش بدیم با در نظر گرفتن تخلخل مواد. خب تخلخل مواد رو خودم کار کردم، تو هم یه چیزی شبیه به این کار کردی، حالا ما میتونیم این حوزه تحقیقاتی تو رو گسترش بدیم. حالا تو ادامه میام ارتباط کار خودم و استاد رو اینجا بهش میگم که با هایلایت قرمز رنگ تا انتهای همین پاراگراف مشخص کردم. گفتم I'm confident that. ببینید بچه‌ها حتما از این واژه‌ها استفاده بکنیم. مثلا I firmly believe that یا I'm confident that. من باور قلبی دارم، من مطمئنم، من به ضرس قاطع میگم. اینا واقعا براشون معنی داره. شاید برای ما که تازه داریم انگلیسی میخونیم اینا خیلی معنی نداشته باشه، ولی برای اساتید اینجا واقعا معنی داره. خب من اینجا دارم ارتباط کار خودم با استاد رو میگم. من نمیخوام اینو خیلی علمی توضیح بدم شما رو خسته بکنم، فقط میخوام اون چیزی که مربوط به کار خودتون هست رو از این توضیحات بیرون بکشید. من دارم به استاد میگم چون منم خودم اومدم رو مواد شکننده، چون مطالعات من میتونه چالش هایی که تو مواد شکننده هست، توی تغییر شکل هست رو در نظر بگیره و همچنین میتونه به فهم وجود تخلخل و ترک توی طراحی‌هات کمک بکنه. به این شکل ارتباط کار خودم با استاد رو میگم. حالا دوباره برمیگردم راجع به بک‌گراند خودم دارم میگم که اصلا من این پیشنهادی که دارم بهتون میدم که بیا حوزه تحقیقاتی تو رو گسترش بدیم، این که کار من با کار تو ارتباط داره، من خودم چی کارا کردم که دارم اینو بهت میگم. دوباره برمیگردیم حالا تو پاراگراف 2 هستیم، هایلایت زرد رنگ. به استاد میگم که من تو 3 زمینه مختلف کار کردم. کارهای عددی کردم، آزمایشگاهی کردم و صحت سنجی‌های تحلیلی انجام دادم. ببینید ادامه جمله با این فکت شروع میشه. ببین بچه‌ها چرا من این کارو کردم. اگه شما حالا من تو بخش رایتینگ تافل حتما اینو توضیح میدم. ببینید تو بخش رایتینگ تافل شما یاد میگیرید که یه عنوانی رو بگید، حالا بیاید اون عنوانتون رو ساپورت بکنید. حالا مثلا تو 2 تا پاراگراف مختلف، مثلا پاراگراف اول یه چیزی میگید به عنوان هدلاین، حالا اونو میگید ساپورت میکنید. منم اینجا دقیقا از همین قاعده پیروی کردم و باز هم میگم اینجا خیلی برای اساتید معنی داره. شاید تو فرهنگ ما، تو نوشتار ما اینجا اینطوری نباشه، ولی برای اساتید اینجا به این همین شکل هست. من به عنوان یه هدلاین گفتم من این 3 تا کاری که هایلایت زرد هست رو انجام دادم. حالا اومدم اینو گسترش دادم، اومدم گفتم این فکت در واقع من اومدم چیکار کردم؟ این هایلایت قرمز رنگ، اومدم مطالعات بین رشته‌ای انجام دادم، فرایند شکست و رفتار مکانیکیشون رو بررسی کردم. دوباره حالا میام چی میگه، دنبال چی هستم، میخوام بگم این کارایی که من کردم منجر به چه چیزایی شده. هایلایت سبز رنگ در ادامه، همونجوری که اشاره‌گر موس داره نشون میده. گفتم که من یک بار ریسرچر برتر شدم به خاطر این کارام و همچنین تونستم مقالات کیووان پابلش کنم. ببینید مدام دنبال علت و معلول هستم که من چی کار کردم و به چه چیزی ختم شده. من به دردت میخورم، چرا من به دردت میخورم؟ چون این اساتید خودشون کلی پایان نامه داوری کردن و مقاله داوری کردن، مقاله منتشر کردن، واقعا این ریزبینی ها رو دارن. و در ادامه دارم بهش میگم که حالا با هایلایت آبی رنگ که من مثلا نرم افزار آباکوس و برنامه‌ریزی پایتون رو هم بلد هستم. یه چیز دیگه‌ای که در ادامه شدیداً توصیه میکنم حتما این کار رو انجام بدید. اگه شما دستاورد خاصی دارید، این دستاورد ثبت اختراع یا مثلا دوره‌های خاصی گذروندید یا مقاله منتشر کردید، حتما اون رو در قالب هایپرلینک تو متن ایمیلتون قرار بدید. بخصوص اگه مقاله دارید این کار رو حتما انجام بدید. یا حتی اگر مثلا شما یه یوتیوبر هستید، تو یوتیوبتون کلی دارید یک نرم افزار خاصی آموزش میدید، حتما این کار رو بکنید. که من اینجا محترمانه از استاد درخواست کردم، دعوتش کردم که گوگل اسکولار منو چک بکنه. وقتی که روی این گوگل اسکولار که من هایپرلینک کردم کلیک بکنه، با یک کلیک میتونه یه شمای کلی از CV من رو ببینه. و حالا اومدم تو پاراگراف آخر اومدم باز بیشتر راجع به خودم توضیح دادم که من مکانیک سنگ خوندم، معدلم چی بوده و همینطور اومدم نمره پایان نامه‌مو که A+ بوده رو براش گذاشتم. حالا شما میتونید
چیزای دیگه ای بذارید. مثلا اگر جی پی ای شما خیلی خوبه جی پی ای بذارید. مثلا من نمره پایان نامه‌ام خوب بود، ترجیح دادم نمره پایان نامه‌مو اینجا بذارم. و چیز دیگه ای که وجود داره، ببین من اشاره به اسم دانشگاهم نمی‌کنم چون دانشگاه زنجان دانشگاه معروفی نیست تو دنیا، به خاطر همین عین شریف و دانشگاه تهران نیست یا دانشگاه معروف دیگه تو ایران. اگر شما از دانشگاه خیلی برندی تونستید فارغ التحصیل بشید، اینو میتونید اصلا تو پاراگراف اول بیان بکنید یا اسم دانشگاهتون رو میتونید اینجا بیارید. و حالا میریم تو هایلایت زرد، من اینجا ازش تشکر میکنم و ازش میخوام که حتما یه فیدبکی به من بده و در انتها هم ازش تشکر میکنم از استاد که به خاطر وقتی که گذاشته و ایمیل من رو خونده. بنابراین اگر شما این کلیاتی که تو این ایمیل گفتم رعایت بکنید، بهتون قول میدم به هر جای دنیا ایمیل بزنید، به هر استادی ایمیل بزنید، به هر حال دیر یا زود جواب میگیرید. خب حالا این ایمیل دیگه ای هست که من باش تونستم از دانشگاه ساسکاچوان کانادا پذیرش بگیرم. دوباره کلیت ایمیل همون چیزی که قبلا خدمتتون توضیح دادم، یک عنوانی داره که حالا میبینید اینجا عنوان عوض شده. من چون میخواستم توی کانادا روی استخوان کار بکنم، روی شکست استخوان، بنابراین این کلمه بون رو اینجا اضافه کردم. شما هم میتونید از این کار رو بکنید. اگه خود ایمیل، متن ایمیل رو نگاه بکنید، همون چیزی که قبلا خدمتتون گفتم. و یه مورد دیگه هم که همینجا باید اشاره بکنم، حالا باز تو سوالات جلوتر جواب میدم. ببینید من قبلا با جیمیل ایمیل میزدم و الان این دفعه با یاهو زدم، بنابراین خیلی فرقی بین اینها نیست. و چیزی که وجود داره، من همون متن ایمیل رو تقریبا برای همین استاد هم فرستادم، اما به شکل دیگه. مثلا اینجا به این استاد گفتم که شما رو بون خیلی کار کردی، من خوشم اومده و دوباره پیشنهاداتی که به همون استاد دادم به همین استاد هم اینجا دادم که من چجوری میتونم برای شما موثر باشم و خودم قبلا چی کار کردم. و تو آخر هم کمی توضیح دادم که اصلا سنگ و استخوان چه ارتباطی با هم دیگه دارن و مثلا توضیح دادم که هر دوتاشون بک‌گراندشون یه جوره و هر دوتاشون شکننده و متخلخل هستن. به خاطر همین حالا منی که تو دانشگاه زنجان مکانیک سنگ خوندم، با این بک‌گراند و این تشابهی که بین کار خودم و شما میبینم، میتونم بیام برای شما مثمر ثمر باشم. پس بنابراین از این موضوعات ترسی نداشته باشید و به استادا ایمیل بزنید و حتما هم کانال تلگرام رو برای گرفتن این متن ایمیل ها و عناوین اونها دنبال بکنید. و یه چیز دیگه هم که همینجا نشونتون بدم اینه که ببینید من فقط سی وی میذاشتم توی اول ایمیلی که به اساتید میزدم. حالا باز اگه هر سوال دیگه داشتید تو این زمینه تو کامنت ها حتما ازم بپرسید. حالا چند تا نکته کلی میمونه که حتما شما باید اونا رو در کنار این متن ایمیلی که براتون توضیح دادم رعایت بکنید. مورد اول اینه که پرسیده میشه چند تا ایمیل بزنیم به اساتید. ببینید اصلا از این موضوع ابا نداشته باشید تا جایی که وقت دارید ایمیل بزنید. من خودم به شخص 1000 تا ایمیل زدم تا تونستم این پذیرش‌ها رو بگیرم. مورد دوم اینه که آیا به اساتید یک دانشگاه همزمان ایمیل بزنیم یا نه. شما اول مثلا به استاد شماره 1 ایمیل بزنید، اگر جواب شما رو بعد یه هفته نداد، شما میتونید برید به بقیه اساتید اون دانشگاه ایمیل بزنید. ولی قبل از اینکه این کار رو بکنید، من حتما بهتون توصیه میکنم که ریمایندر هم بزنید. ریمایندر اول و دومتون رو بزنید به این شکل که مثلا شما امروز ایمیل میزنید، اگه جواب نگرفتید هفته بعد بهشون یه ریمایندر بزنید. بعد از اینکه دوباره باز جواب نگرفتید، بعد 4 روز حالا ریمایندر دومتون رو بزنید. اگه حالا دیگه اصلا جواب نگرفتید، برید سراغ استاد بعدی. ولی اینکه یک متن ایمیل رو برای 2 تا استاد همزمان بفرستید، اصلا چنین کاری رو نکنید، چون با اساتید با هم در ارتباط هستن و کاملا راجع به دانشجوهایی که بعدا میخوان بگیرن با هم صحبت میکنن و مشورت میکنن. مورد بعدی که پرسیده میشه اینه که چه چیزی باید تو ایمیل اولمون اتچ بکنیم. فقط سی وی کفایت میکنه، اصلا نیازی نیست که شما انگیزه نامه یا مثلا ریز نمرات یا مدارک مربوط به زبانتون رو اتچ بکنید. اما نه، اگر شما دارید برای پوزیشنی اپلای میکنید که اطلاعیه اون رو قبلا دیدید و شما خواستن یک سری موارد خاص رو حتما اتچ بکنید، حالا این میتونه شامل انگیزه نامه یا ریز نمرات باشه، حتما این کارو بکنید. اینجا دقیقاً برعکسه، هر چیزی که گفتم دقیقاً همون رو بذارید، اصلا کوتاهی نکنید، چون این نشونه خوبی نیست. وقتی که شما تو ایمیل اول دستورات اونها رو رعایت نمی‌کنید، اصلا دیگه نمیتونن به شما دل ببندن و امیدی داشته باشن.
مورد بعدی اینه که تو چه ساعت‌هایی باید به اساتید ایمیل بزنیم. یک باور غلطی که وجود داره اینه که میگن از ساعت 8 تا 9 عموما سعی کن ایمیل شما دست اساتید برسه، ولی تجربه من نشون داده و اون چیزی که دارم اینجا میبینم اصلا به این شکل نیست. شما سعی بکنید ایمیلتون تو ساعت اداری دست اساتید برسه و تو روزهای تعطیل هم اصلا ایمیل نزنید به اساتید. اگر همین کار رو بکنید کفایت میکنه. حالا اگر استادی باشه که اصلا اطلاعیه داده باشه و دنبال دانشجو باشه، شما به اون استاد حتی نیمه شب ایمیل بزنید مطمئن باشید که ایمیل شما رو میخونه. اینکه با ایمیل دانشگاهی باید حتما ایمیل بزنید یا با جیمیل یا یاهو و هر کدوم از اینا میشه، هیچ فرقی نداره. فقط امتحان بکنید ببینید ایمیل هاتون اسپم نشه و اینا هیچ تفاوتی نداره که شما از چه پلتفرمی استفاده میکنید برای این کار. سوال بعدی که پرسیده میشه اینه که ایمیل ها باید شخصی سازی بشه یا نه. همون چیزی که تو متن ایمیل براتون توضیح دادم، اگه شما همون رو رعایت بکنید حداقل ظاهر شخصی سازی شده رو داره و استاد دیگه این برداشت رو نداره که شما یه ایمیل تمپلیت رو داری به همه اساتید میزنید. از کی ایمیل بزنیم؟ ببینید تقریبا از اواخر مرداد ماه، حالا من یه ویدیوی جدا درست میکنم و زمانبندی اپلای رو بهتون میگم، ولی تقریبا از اواخر مرداد ماه شما میتونید شروع کنید به ایمیل زدن و این موضوع میتونه تا اواسط بهمن ماه هم ادامه داشته باشه. خب هر چقدر شما سریعتر تو این بازی کارتون رو شروع بکنید بهتر جواب میگیرید، هر چقدر زودتر مدارکتون آماده باشه بهتر جواب میگیرید و ددلاین دانشگاه‌ها بسته به اینکه کدوم کشور هستن و تو چه رنکی هستن اینا با هم دیگه فرق می‌کنه که حالا من همه اینا رو خدمتتون توضیح میدم.